آمریکایی ها از اول انقلاب با ایران اسلامی مشغول معارضه هستند، پنجه میافکنند. هر دفعه هم یه بهانه‌ای دارن. یه بار حقوق بشره، یه بار دفاع از دموکراسی است، یه بار حقوق زنه، یک بار غنیسازی است، یک بار اصل مسئله هسته‌ای است، یک بار مسئله ساخت موشک. بهانه‌های گوناگونی میارن، اما باطن قضیه یک چیز بیشتر نیست و او تسلیم ایرانه. آمریکایی ها فقط به تسلیم ایران راضی می شوند و نه به کمتر از او، و این یک نقطه مهمی است ملت ایران بدانند. معارضه با آمریکا اینه و این اهانت بزرگ به ملت ایران رو آمریکایی ها دارند و چنین اتفاقی هم هرگز نخواهد افتاد، هرگز نخواهد افتاد.